آشپزخونه ترکید. مدیونید فکر کنید اومدم منو بیرون کردن تو پارکم اومدم قدم بزنم. این منم یه یوتیوبر تازه کار که اصلا ترکوندم آشپزخونه. اما داستان از اینجا شروع نمیشه. داستان از اونجا شروع میشه که من چند روزی بود دنبال بازی‌های اسکوید گیم میگشتم و بالاخره پیداش کردم. اون ما یا اول چه خبرتونه؟ تصمیم گرفتم 5 تا از معروف‌ترین بازی‌های اسکوید گیم رو بسازم. زبون رو هم گرفتم و ساختم. خب بچه اولین بازی که داریم بازی داکجیه که یه قرمز و یه آبی بود که من قرمزه رو تر زدم توش و الان سبز داریم. درست کردنش هم خیلی آسونه. شما یه دونه مربع برمی‌داری، به 3 قسمت تقسیمش می‌کنی، تاش می‌زنی. یعنی همش تصمیمت می‌بینی. تاش که زدی، اما برام تای مثلثی می‌زنی. یه دونه دیگه درست می‌کنی رو هم دیگه می‌ذاری و می‌کنی تو سولاخ‌های هم دیگه. سراشو می‌کنی تو سولاخ‌های هم دیگه. کار خاصی نداره و در آخر هم میشه بازی کردنش هم راحت. ما 5 تا بازی داریم. 5 تا بازی اسکوید گیمه که اگه ما 3 تاشو نتونیم انجام بدیم، 3 تاشو ببازیم و یه مجازات داریم. مجازات هم که یه چیزای انتخاب کردم، یه ترکیب انتخاب کردم، حالا ان شاءالله به اونجا نرسیم. فعلا بریم بازی رو کنیم. من میام دورتر وای میسم ببینید. آبگر رو میذارم. چند بار فرصت داریم؟ هم 5 بار فرصت داریم. 5 بار نتونستم بزنم چون تایمر نداریم اینجا. 5 بار نتونستم بزنم و میریم واسه مرحله بعدی دیگه. اونجا بریم چیکار میتونیم بکنیم. خب آقا بعد اینجوری وایسیم. استرس منو فرا گرفته صفا. ساک. آقا چرا همش جلو میزنم؟ فقط بزن. 3 بار. وای سیگار اینجا چیکار؟ آقا دوبارش نخورد حساب نیست. یه بار دیگه. آقا یه بار دیگه فرصتشون دوبارش خورد اون ور. بازی کردنش هم راحته. دو بار دیگه میزنم خورد بهش حساب میشه دیگه چون خورد اون ور حساب نیست. نمیشه. برگشت. یس. بچه نکنید برگشت. اما تلاشم زیاد بود دیگه آقا حساب کنید تو رو خدا. من نمیخوام مزید رو بخورم. خب فعلا که حالا بریم چی میشه دیگه. آقا حساب کنید دیگه که تو رو خدا گناه دارم. ما شبا میخوریم پتو میدونیم خودمون با حیاتمون سخت. خب بچه بازی دوم که بازی کردن یادتون باشه یه دونه سنگ بود اینجوری پرت میکردم از سنگ رو میزدم بیافته که ما میتونیم همون سنگ رو پیدا کنیم. لازم نیست بسازیم چیز خاصی بسازیم. یه سنگ بود واقعا هم یه سنگ میتونیم پیدا کنیم. خب بچه یه دونه سنگ پیدا کردم از رودخونه. این هم چیزی که سنگ رو باش بزنیم و این هم رودخونه‌ای که گاو توش زندگی می‌کرد مثلا. خب این از سنگا، این از ماژیک. من خودم نشون بدم صح کجا من الو می‌وری دیگه. الو مثلا ماژیک آوردم که مربع دایره مثلث شده. بریم. آقا بیر مثلث مربع دایره اینو بکنم از معلومه. میزنم به زور بکنم. این از این با اینکه میزنیمش چی؟ اینو میخوام اینجوری بذارم اینجا. دقیقاً نفسم رو بزنم. اوه مثلث دایره‌اش بکشیم. من همینجوری با دو دست فلجم. فکر کنم با یه دست بگیرم. خب دایره‌اش کشیدم. دایره‌اش خوب شد. مثلثش هم که کاری نداره. اینا مثلثش. مربعش هم که از اون آسوده. اینو از این تمام میذاریم اینجوری اینجا. بریم دوربین جایگزین کنیم. اوکی. خب بچه این دفعه دیگه چیز نمی‌کنم دیگه. واقعا 5 بار دیگه فرصت داریم. 5 بار فرصت دارم منم که شلده است. 5 بار کلا فرصت دارم. این دفعه واقعا اگه بیشتر از 5 بار نتونستم بزنم آقا مجازات هم کنید. دروغت 1 بار. من اینجا بود اون ور می‌زدم بعد اونو بزنم آخه انصافه یه دونم اینجوری می‌زنم. یه لحظه کن. من میتونم. من همیشه میتونم. من همیشه توانستم و خواهم توانست. من خواهم توانست. میتوانم. برگام حاجی این حرفای انگوزشی جواب میده. حاجی زدم. یس. آقا پیروز و مردانه بکن برخیز و پرچم را ببر. بریم واسه بازی بعدی و بازی آخر. تا بازی بعدی همون
توپه بود که اینجوری میزنن روش. یه بازی چینیه که جکی جان توی یکی از فیلم‌ها بازی می‌کرد، دیده باشید. توی آسمون مشما می‌گیری پلاستیک، سرتایش می‌زنی، همسرش می‌زنی هم تاش. گوشش هم می‌بردی، یه تیکه از اون بازش می‌کنی. یه تیکه‌شو می‌بردی، یک سومشو مثلا می‌بردی، اونای آتش خالاش می‌ذاری تو اون یه تیکه و منگنه می‌زنی. حالا منگرم نشه چسب هم می‌زنی. اینی که میشه دور اون واقعا چی ریفریش می‌کنی که میشه. این چیزی که من یاد گرفتم تو یوتیوب یاد گرفتم دیگه. اینم بعد 5 بار بتونم بزنم بره بالا. اینو فکر نکنم بتونم چون پتانسیل این کارو ندارم، میدونم. ما میزنیم دیگه. 5 بارم فرصت داره. 1 2 3 ای خدا ای خدا ای خدا. یه بار 1 2 تا نشد. یه بار دیگه. من میتونم. من توانایی اینو دارم، از پس همه کار برمیام. برو 1 2 3 ای یه بار دیگه فرصت دارم. 1 2 بزن بریم. 1 2 3 ای درو اشکال نداره، یه بار نتونستم. بریم واسه بازی بعدی. کنسل شد. کنسل که چه عرض کنم، رفتم درست کنم، شکر رو ریختم، داغ کردم و شیشه اینو اومدم بریزم، دوربین نگاه کنم، از دست دردم آشپزخونه ترکید. مدیونید فکر کنید اومدم منو بیرون کردن تو پارکم، اومدم قدم بزنم، خیلی طبیعی. یه سوالی داشتم. نشد. این کسی میدونه این چطوری کار میکنه؟ من خب صبح بیدار شم، این ساعت ها چطوری کار میکنن؟ ساعت بذارم ساعت 9:30 من یه قدمی تو پارک بزنم، دست رفت شد اینا.